دیگه نوبت گرفتم چیزی دیگه اینجوری میکنی شماره دارم یعنی تا من از اینجا اخراج نکنی دست ور نمیداری مرتضی؟ من حرف زدم یه وام میخوام. برای کی وام میخوای مرتضی؟ من برای خودم. من نمیام زامنی خارا مادرت بشم آبا. من وام میخوام. برو بهشون بگو شراره مرد. شراره دیگه خلاصه. ولی من زامن دارم. کو زامنه؟ زامن دارم. چقدر میخوای وام بگیری؟ 500 میلیون. مرتضی تو 500 میلیون نگفتم که 700 میلیون که گفتم 500 میلیون. عزیزی من خارت مادرت من زامن دارم. یه سرم توسلانه چونی مادرت نزه. آقا من امید دارم به قرآن اومده بودم وام میگیرم. چرا اینجوری کرد؟ نزنه خیلی نامردی. خره دوم آقا ما بشون شده به اون کاری نداشته با آقا چرا دستور میدی؟ خناده اومده به من میگو دیگه اون بردونه تو فقط گرفته شده من خودش کی طرف برد به اون کاری نداشته با آقا ما انقدر پول نداری کی طرف برد همه شما من برد قراره ببین چی کار میکنم جلو نیا جلو آقا چی کار داری میکنی؟ آقای محترم یه مانوره چرا بازیگری میزنی؟ پس چرا از این کلا نداری؟ آروم باش چرا همچنین میکنی؟ مانوره بازیگر چرا میزنی آقای محترم؟ بازیگر کجا؟ مانوره ما رو خراب کردی صبح تا حالا داریم اینجا کار میکنیم بلند شو آقا پس چرا بلند شو چرا بازیگر ما نمیزنی؟ بشین عزیزم بشین یعنی چه؟ بیشی مرتضی چرا به من نمیگی پس چرا همچنین میکنی؟ از این تو مهلت دادی من به تو بگم من همه رو میزدم مرتضی آقا مرتضی آخه تو چی کار داری به اینا بابا بگی بیشین من کسی بخواد به تو آسیب بزنه همه رو میزنم بیشین ببخشین آقای احمدی شرمنده من با دانگی سهی کار کوتک فاندرده 7 سالگی همه رو میزدم مرتضی من فقط دیدم تو دف بزنی قبلا دنگ میزنم حالا دف میزنم اینا این کارن آبرو منو بردی بگی با بیشین من همه دون با من نگرانی هیچی نباشی خلاص کسی بده آسیب بزنه از جاتون تکون نخوری دیگه من روحم حساب تکون نخوری دیگه طبقه مطلعه باشه تکون نخ میگه تکون نخوری روحاتی که نکنی بشین چرا دستن اومدی بشین اصلا واقعیه باشه واقعی باشه من خواهم تیراش واقعیه میدونم واقعیه منم خواهم کمکت کنم دارم میگم تیراش واقعیه میدونم تیراش واقعیه اون با من نکن چیکار میکنی؟ این یه سرقتی مسلحانه میکشم همه باشه همه میزنم بایستم نم یلا کار داری میکنی؟ هر کاری میکنم یه دونه مردم خواهم خوشبخت کنم زمین چیکار داری میکنی؟ برو پول رو بگی چرا میفرستی سمت من؟ کیسه رو بده دستی کیسه دست من نیست یه نفر دارد بلا بسپارش به من خاله چرا اسپرلا میای؟ چرا اسپرلا میای؟ چرا اسپرلا میای؟ خلاصه تو چرا رفته بالا؟ چرا؟ با اجازه کی رفته بالا؟ با اجازه کی رفته بالا؟ ایدالا بالا بشی چرا اینم میام؟ ببین من همه رو میزنم با منه پولا رو پر کردی؟ پولا رو کیسه دست کیه؟ کیسه دست کیه؟ بسن با من همه رو میزنم اگه بیای جلو میزنم همه رو این یه سرقت مسلحانه بود اینا می‌خواستن از این موضوع سوء استفاده کنه اصلا هم واقعی بود واقعی؟ ولی ما دستگیرشون کردیم یعنی اصلا هم واقعی بود؟ همش واقعی جدی اصلا واقعی بود؟ بله خانم یعنی من اینا رو کشتم اینا رو؟
اینو مرتضی رسه. آقا تو این بیشوری. مرتضی تو گل بودی چه وقت رفتن است. تو شکم هرچی فکر میکنم تو شکم. بذار یه زنگ بزنم مادرم. الو ماما سلام. میگم اما محمودم تو خرزالحسنه. آقا مرتضی تیر خورده مرده. نه میگم تیر خورده. رو به رونک پشت سر افتاده. نه این دست با چلفتی بود اومده یه وامی چیزی بگیره احتمالا برای نمیشه اینو. تیر خورده مرده. آره تیر خورده مرده. چیزی نداره ماما، نه خونه ای نه کاری درست حسابی نه ماشینی. یخت پول خورده. آره فقط سری و خاکش کنی. میدونی که ماما خیلی اصلا دوست داشت کاراش زود بشه. من میگم جنازه رو زمین نمونه. لباسمش تنمه من آمادم بمیرم. اینقدر ماما اینقدر قشنگ مرده باید داره لبخند. معلومه است که شاده. میتونستمونه تا جبران کنه. حالا ما داریم با مرحوم قدم زنان میاد. من رفتم اون دنیا خدا گفت برگرد این دختره خیلی به احتیاج داره. تنهایی تو این دنیا پس خودش با همین کسی که میخواد تیر بخوره بمیره با مکس نمیره. من برای وام کار کردم. دو قشکوم چه سرت بخورت به این موزاییکا بری به رحمت خدا. من یه نفس راه عادت اگه وام بهم میدی که هیچ. اگه بهم وام نمیدی بیمیرم راحت چند. چه وامی مرتضی؟ 600 میلیون بگه نگفتی وام میدم. اخراج شدم گل من. انقدر با این خارا مادرت اومدی رفتی فکر کردی من صاحب بانکم. من اخراج کردم. عوضش از فردا نوهاری داغ و تازه میخورم. خونه و زندگیم با قرم سبز میده مثل شبکی. شالام با تیر میزدنده. تو اون دنیا همون گفتن بهشت زیر پای مادران و نیکوکاران از کسانی که وام به شوهرانشان میدن. کشتی منه با این. هر جا میرم رخ نمیکنی اونجا. میگه من زامن نوک میزنی تا من از اونجا پرت کنم. میگه من زامنی تو این دنیا نشدم. تو هم زامنی من بشو یه وام بگیرم 500 میلیون. دارم میگم اخراجم. 5 تومنشه بهت میدن دست. اخراجم نمیفهمی؟ وقتی بریم باش حرف بزنم. آخه مرد خوبیه. 500 میلیون خواهی چیکار کنی؟ 3 تومنشه بهت همینجوری میدم. 3 تومن 500 تومن چشما هم میذارم بهت میدم. بقیه‌شو میخوای چیکار کنی؟ اون سکه بخرم بده بالا. انشالله ما تیر بزنندت. 500 میلیون شونت تا به ناله آروم آروم کاکوشن زدی میرفتی از کنارم نگفتی که تمومه ای تو این روزگاره. حالا چی شده که دلمو میخوای ببری بس کن دلو بده پر. ببین لکنت زبونمو نمیتونم بگم تو دارم منو دیگه نمیخوای اینو میدونم. پنچلمو خرابم اینو میدونم. سارا دیگه نمیخواد اینو میدونی. پنسلی یا خرابی اینو میدونی. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.